اول جادوی خیلی بود که صورت هم میگفتن، نوی اوتت هم میگفتن، نوی اوچت هم میگفتن، یک موی سر تریشت هم میگفتن، یک کلی چیت هم میگفتن، یک کتر، یک کستموتای بوسه، یک چیت هم میگفتن، تورسو که میکت هم میبردن. خود دیگر تکنولوژی پیش رفتگی، یعنی جادو هم پیش رفتگی. خود جادوگرو چشموش اونقدر حرام شده که میگه آره من هم نشون که میبینه چشمش کاری بلوتوز میگیره تمام. کسلارود محکم میشه. اگر میبینه تمام دیگه نمیتونه دیگه در کار نیست میگه توسط پروسیتیو یگان چیز داره. پروفسیونال چیزی گیرن اسپیشالیست چیزی گیرن. امروز ببینید همین کسایی هستند که در زبان این کلمه زیبا را اهل سنت و جماعت در زبان بیرانه، اما در عمل که میبینه بزرگترین دشمن سنت همین مردم میباشه. یا سنت نفرت داره یا با سنت دشمنی و بغض داره. امر معروف شرط نیست آیت بیاری حدیث بیاری. نمیپذیره. 400 مسجد بکش برای چیزی نمیگه. اگر در اینجا شراب بخوری، اگر اینجا واکسین میکنی، اگر اینجا نانی توی تمیدی، اگر مسجد میلجا جور میکنی، اگر مسجد محل و مرکز کمپاین جور میکنی، دعوت به سوی دموکراسی و لعنت میدی، کسی برات گپ نمیزنه، نه مولا و نه آجی و نه ریشتافت. اما زمان یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مسجد عملی میشه، باز میبینی که نعوذ بالله و مثل مرکبای دور از مسجد نفرت داره، در حالت گریز میباشه که چرا یه عمل انجام داده شده. پس این مردم در حقیقت اهل سنت و جماعت نیست، یا اهل بدعت است، یا خلاف جماعت است، یا پراگندگی، یا تشدد، یا فرقواریت خوش داره، اتحاد و اتفاق گوهی خوش نداره. امیر دامن میزنه به می طرف دعوت میده، تعصب و طرفداری از این کلمه میکنه، خود افتخار به نامهای امو امام و عالم و پیر و امو قومی خود میکنه. کسی خدا شمالیوال میدانه، کسی خدا تاجک و افغان میگه، و کسی حنفی و شافی میگه، و کسی سیفی و ملا فلانی خان و سمنگانی و فلانی میمانه. کلش نمیطور است که طرفداری از اونمو یک فرقه خاص میکنه، حالان که یا بر راه و روش رسول الله و بر راه و روش صحابه کرام قدم نمیمانه. شما میفهمید که آل اهل سنت و جماعت کیست؟ میبینه چیزی کاری بلوتوز میگیره تمام، که حتی درک نمیکنه کی حق میگه و کی باطل بیان کرده رویسته از سر منبر. کدام جای سخنی که گفته از کدام مدرک گفته، کدام سند سرش گیر کرده. امروز اون حالت ماسته. از او خاطر عزیزان گرامی به الله قسم، اگر در این مورد چشم پوشی کردیم، اگر در این مورد تغافل کردیم، اگر در این مورد ما تلاش نکردیم که راه و روش صحابه را معلوم نکنیم، به اون راه و روش روان نشویم، دین به فهم صحابه نفهمیدیم، دین به تطبیق صحابه تطبیق نکردیم، نه عقیدتا، نه عملا، نه علما، بازگاه هم راه نجات برای ما نیست، قطعا نیست. چرا که رسول الله گواهی به خیریت امو اقوام داده، امو مردم داده، ما را مامور کرده که ما اقتدا به او بکنیم. فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی. رسول الله ما را توصیه میکنه. زمانی که از پیشش سوال میشه، بیان یزیر میکنه که فرقه ها تقسیم میشه، امت امام 73 فرقه میشه، کلش در آتش جهنم است مگر یک فرقه است. امور رسول الله مشخص میکنه او را کدام فرقه است. ما انا علیه و اصحابی، او مردمایی که مثلی کدام را روان استم، صحابه روان است، در او را روان باشه. همین فرقه ناجی است. ما مامور شدیم، ما باید ایران را تحقیق کنیم، ایران را تشخیص کنیم، ایران را تعیین بکنیم کدام راسته که یقینا درای صحابه، درای سلف ما روان است. این ما باید بدانیم، نه با شعار زیبا، با الفاظ زیبا، با کلمات زیبای مردم فریب نخوریم. تنها با که حلیه ظاهری خود تقریبا آراسته کرده فکر میکنیم اینمی آدم فقط متدین است، امی آدم حامل دین است. اما ما عمل کردش ببینیم، عقیدهش طول کنیم، در ترازی کتاب الله و سنت رسول الله عقیدهش ببینیم که یقینا این عقیده صحابه کرام است، تابعین است، تبع تابعین است، یعنی که خلافش است. ما و شما برای ما واضح میشه. آنی میدانیم که سلفیت چی را میگه و کدام طایفه واقعا کامیاب است. سلف پس وقتی پیغمبر علیه السلام با دختر خود میگه که فتق الله، از الله بترس و اصبری، صبر بکو، بعد از او برش میگه چیستا ما برای تو
پس از او برش میگه انا لکی نعم السلف، ما برای تو بهترین پیشواستم. قبل از تو رفتم در اونجا سلف یعنی پیشوا برات جور شده. از اینجا معلوم میشه که هر کسایی که به منهج ابو پیغمبر علیه السلام حرکت میکنه او سلف نامیده میشه، چرا که او مردم است که امو فهم دین از زبان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده و میدانه که حقیقت دین، مفهوم آیت، مفهوم حدیث رسول الله کدام است، کدام عملی که او انجام داده امو قسم عمل شوه، امو قسم تطبیق شوه. این به نام مفهوم سلفیت است. اما در اصطلاح سلفی کی را میگه؟ سلفی پیغمبر علیه السلام خود این را بیان میکنه. عبدالله رضی الله عنه در بخاری شریف حدیث است، او میگه سئل النبی صلی الله علیه و سلم، از رسول الله سوال شد ای الناس خیر، کدام مردم بهتر است؟ پیغمبر علیه السلام میفرما بهترین مردم ها قرن ما است، کسانی که در زمان ما زندگی داره این بهترین مردم هاست. ثم الذین یلونهم، بعد از او کسایی که نزدیک به اینمی مردم است و به می قرن است. ثم الذین یلونهم، بعد از او که به او قرن دوم که بعد از ما است او مردم به او نزدیک است که قرن تابعین گفته میشه. یعنی این قرنا بهترین قرن است. این حدیث در بخاری آمده، در مسلم آمده به کلمات مختلف. اترام آمده که خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم و خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، به کلمات مختلف. پیغمبر علیه السلام از پیشش حدیث نقل شده. رسول الله تعیین میکنه که سلف کی را میگه؟ کسی را که پیغمبر شهادت خیریت امو مردم و اهل داده باشه، کسانی که رسول الله در به طریق مجموعی معصومیت از او را بیان میکنه که به طریق مجموع این مردم خطا نمیشه. اگرچه به طریق انفراد شاید سرش سهو و خطا معصیت این گپا بیا غیر معصوم باشه، اما به طریق مجموع خطا نمیشه. پس معلوم شد که بهترین اهل امو اهلی است که در زمان مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی داشت و از وقت تعبیر به صحابه کرام میشه رضی الله عنهم اجمعین. امو صحابه که جان خدا، وقت خدا، مال خدا، تمام چیزای خدا نثار چی کرده؟ فدای دین کرده، به مساعدت و کمک رسول الله شب و روز همینطور متیار سی استاد شده. آواز رسول الله را لبیک گفته، گاهی هم نعوذ بالله تغافلی نکرده. پس شاگردای مستقیمی رسول الله خیر القرون است. مفهوم دین او مردم از ما کده خود میدانه، چرا تفسیری را که از دین کرده او را رسول الله کرده و شنوندش شاگرد مستقیمش صحابه کرام رضی الله عنهم قرار داره. او صحابه که ما وارد تعصب نکرده، فرقه را باید پشتش برویم که گاهی هم طرفداری از کسی نکرده. در بینشان به نام بکری، به نام عمری، به نام عثمانی، به نام علوی کسی هم پیدا نشد و کسی هم برش خود نسبت نداد. امو مردمی که طرفدار و تمسک به کتاب الله و سنت رسول الله داشتن، تعصب دیش پیدا نشد، تحزب دیش پیدا نشد، گروه گرایی دیش پیدا نشد. یک نفر پیدا میشد از ابوبکر رضی الله عنه سوال میکرد، دیگه نفر از ابی هریره رضی الله عنه سوال میکرد، دیگه نفر از عایشه رضی الله عنها سوال میکرد. دین یک دین بود، مرجع فتوا کل صحابه بود، اما کل صحابه زمان مسئله را بیان میکنه، بعد از میگه هکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، هذا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. این پیغمبر علیه السلام شنیدیم و پیغمبر دیدیم. امو صحابه لیاقت داره که مقتدا باشه، لیاقت داره که نمونه باشه، لیاقت داره که ما دنبال حقیقی از او، عملی از او، علمی از او، فهمی از او روان باشیم. بغیر از این ما راه سعادت پیدا کرده نمیتونیم. پیغمبر علیه السلام امنایش است، امنای امتش است. کلمات گوهربار رسول الله را امی صحابه با کمال امانتداری حفظ کرد، نگاه کرد و رسان به نسل دوم، به جیل دوم که او رم رسول الله شاهدی داد. ثم الذین یلونهم، باز همون مردمانی که با این صحابه نزدیک هستند او را ما و شما تابعین میگیم. کسایی که صحابه را دیده، به منهج صحابه روان است، مکمل تابعداری صحابه را کرده، او را به نام تابعی یاد میکنیم. تابعینم زمان وقایع از را ببینه، چی در علم، چی در عمل، چی در خدمت و در درد دین
شما باور به الله بکنه انسان بس اوقات حتی ذهنش بیخی انکار بکنه. آنقدر واقعات عجیب است که تحملش شما نمیتونیم. و مردم یقینا اهمیت دین دانسته بود، پاچه را بر زدن در راه خدمت دین، آنقدر کوشیدن که هیچ پرسان نکو. و بعد از او فرقه سوم که رسول الله بیان میکنه خیریتش، والذین یلونهم، و مردمانی که نزدیک به تابعین است، ایرا به نام تبع تابعین میگه. از همون خاطر است وقتی که سه طایفه یعنی سه زمانه مردمش، صحابه، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون است، اهل او زمانه ها را رسول الله شاهدی داده که یا بهترین امت است. پیغمبر علیه السلام فرموده در یک حدیث ثم یجیء قوم تسبق شهادتهم یمینه، بعد از او قومی میاد که شاهدیشون از قسم کرده پیش است و یمینه چیست؟ شهادتهم، و یمینهم چیست؟ علی شهادتهم، و قسمشان بالای شهادتشان پیشی میکنه. اینقدر بیباک هستند، غمی قسم نداره، شهادت نداره، به دروغ، به ناحق قسم خوردن. این گپا میاد. این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ما درک داریم، عقیده داریم که کدام دین صحابی میفهمید ما نمیفهمیم، کدام دین تابعی میفهمید ما نمیفهمیم، تبع تابعی میفهمید ما نمیفهمیدیم. چرا؟ به خاطر که زمانهشان، فاصلهشان با رسول الله صلی الله علیه و سلم کوتاه است. انحراف نامده، زیادت دش نامده، کمی و نقصان دش پیدا نشده، آرا و آرابازی نشده، غلو و زیاده روی در حق کدام عالم نشده. از همون خاطر در تابعینم قصی را شما پیدا نمیکنه که او بگویه ما بکریستم، ما عمریستم، ما عثمانیستم، ما علویستم، ما ابی هریروی والاستم، ما عبدالله ابن عمرو عاص والاستم، یا معاذیستم، یا کیستم، سعدیستم. یک تابعی میگه پا نزده. بعد از او تابعین آمده که در رأسش امی ایمه چارگانه ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم در رأسش قرار داره. یکیش خود منتصب نکرده. امام ابو حنیفه رحمه الله گاهی برای خود ذکر نکرده که من اخعیستم، من علقمهیستم، من مسعودیستم، ابن مسعودیستم. یکیشی گپ نزده و نکدام امام دیگری امی سخن گفته. از او خاطر یا خیر القرون است. پس فنا مردم پیدا میشه، یک نفر داسمان بالا میکنه، دیگر سرکوب میکنه، یکی را حدیث موضوعی برش وضع میکنه، میگن نعمان و سراج امتی، از خود میسازه. و دیگر نعوذ بالله کلمه لعنت که در امت ما چی است؟ یک شخص میاد به نام انس، نعوذ بالله و از ابلیس کدام بد است، اینطوری کلمات برش وضع میکنه. شما بدانید که کدام طایفه خطا شده، کدام طایفه دین پرچه پرچه کرده، ملت در بدر کرده. شما حقیقت امر نمیدانید. یک تعداد علمای ما زمانی که گپا تو بالا میشه میگه این مسائل فرعی است، این گپا نیست. برادرم در اصول و در عقیده ما تو خلاف داریم، نگو فرعی است، مسئله فرعی را نگو. اگر کسی تابعدار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، به الله قسم امر مستحب پیغمبرم برش همو قدر اهمیت داره که کل زندگیش تورات شوه، خب مستحب رسول الله از بین نروه. اگر کسی محبت با رسول الله داره